انسانی که رسیو کار میرد با مدتی مثلا دراز یک سال دو سال سه سال کار به نماز قصر خوندنش دکار میایین که مقیم می چون که یک برادر میخواد سوال دادن که دو سال می سه سال مدت رسیدن بدی همش قصر خوندگی بیان دلیلی که رسول صلی الله علیه و وقتی مکه به 21 روز گشته قصر خوندگی همین دلیل کیفته نه این درست این چی داشت یعنی هم بیان رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که حدیث مثلا حدیث مشهور حدیث عایشه رضی حدیث جابر حدیث عایشه رضی الله عنها و حدیث جابر حدیث های بسیاری که رسول صلی الله علیه و سلم یعنی چه مکه به 4 ذوالحجه می بیاید و 8 ذوالحجه بینا می رود یعنی چند روز میموند مکه به 4 روز 5 6 یعنی 4 5 6 7 4 وقت ظهر سحری در اومد مکه به 8 وقت ظهر مینا برفته 4 5 6 7 4 روز بود همین 4 روز چیکار یعنی رسول صلی الله علیه و سلم مسافر بود انا از همین گرفته اهل علم و امروز مثلا فتوای اهل علم یعنی فتوای لجنه کبار و هیئت علما به سرداری شیخ الاسلام شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه میگن که مثلا چه مدت سفر 4 روز همین حدیث دلیل میشه حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد 4 روز تا مکه به 4 روز چه خودش مسافر گرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم انا از همین میبرد که اگر از 4 روز بسیار که انسان استادنی باشد و اند خودش چی میگه یعنی مقیم حساب میکنه یعنی شما حاضر یعنی مسکو رفتید شما نیتتون بود که مسکو اند چه یک روزانه کار عمل میشه یا 2 روزانه یا 3 روزانه یا 4 روزانه این 4 روز شما چی میکنید خودتون مسافر حساب میکنید 4 روز یعنی نمازهای قصر میخونید فهمیدید لیکن شما نیتتون ای که چه 5 روز میستم افتید و اند خلاص رفتید شما مقیم خودت چه یکی از اهل چه مسکو میشید نمازهای چیکار میکنید یعنی نمازهای پر میخونید روزه میدارید یعنی فهمیدید لیکن اگر اینچنین مثلا شما رفتید نیت تو مسکو یک روز موندن میرید یعنی یک دکومنت میگیرید گشته میبینید رفتید که گفتن که فردا میشه فردا شد گفتن که فردا شد الان میخواد 10 روز 20 روز 30 روز چند روز که مونده شما فردا گفته میستید تعیین نه بیان چی قصر خوندن میگیرید فهمیدید همین سه حالت لیکن اگر شما دونید که شما یک ماه یک سال میستید بیان چی خیلی شما یعنی انسان همه جایی که باشه مسافر آخر وای همه مسافر دنیا برای انسان سفر آخر دنیا برای چی مسافر دنیا برای انسان مسافر یعنی جان رو چی میگه ما بر این دنیا ترک کردیم میمونیم مسافر میگیم چه خیلی میشه چی میشه نه سفر حد معین دارد فهمیدید همین چیزی که با وجود همینم حتی یک روز به شما نیت کرده باشید رفتید مثلا مسجد اگر نزدیک باشد یعنی شما به واجب که مسجد بیاید نماز در مسجد خوانید خلاص برادر گفتن که میگه قوله که صحابه ها رفیع آذربایجان رفته شما ایستاده و همین به حمل میکنیم یعنی وای ها مراد مقصدشون چی بود یعنی 6 ماه ایستادن نبود وای ها رفتم یک روز 2 روزن گشته اومدن بود مقصدشون برای که وای یعنی ابن عمر رضی الله تعالی عنه مقصدش آذربایجان زندگی کردن نبود گشته مثلا چه مدینه با اومدن بود برای همین وای مقصد وای مسافر راهنده شما هم حاضر سفر راننده میشید یعنی مثلا حاضر اومده یعنی مقصدتون به همین میبروید یعنی مثلا از خوجام بر اومده همین قزاقستان رفتید تاتارستان رفتید باشکیر رفتید روسیه رفتید مثلا نه گشته 10 سال گردید که هر یک شهرنده شما ده معین وقتون نیست گفتید که قزاقستان 3 روز میستم تاتارستان 2 روز میستم باشقرتستان 4 روز میستم روسیه مسکو میرم 3 روز میستم سون اوکراین میرم 2 روز میستم بلاروس میستم 1 روز میستم آذربایجان میرم 3 روز میستم هر باره که شما کجا رفتید اند مسافر حساب میشید یعنی فهمیدید و یا هم خیلی مجاهدا سویا هم چی شهر به شهر هم خیلی چی جهاد کرده میگن اما و یا چی و یا یعنی مقصدشون 6 ماه ایستادن نبود 6 ماه ایستادن نبود فهمیدید شد جزاک الله خیر